سلام با هم آماده شویم که به بهترین مهمانی کریسمس در اسلام آباد بریم. خب در مهمانی که امروز میرم این مهمانی بسیار خاص است به خاطر که بسیار مهمانای دولتی هم اشخاص دولتی هم میباشه. از اون طرف من ترجیح دادم که این وست کوت همراه شلوارش بپوشم، هم رنگش سنگین و آرامتر است و هم خود کالا شیکتر و رسمی تر معلوم میشه. واو دخترها فقط رنگ ازی دیوانه کننده است. یگان وقت ببینید میگه در زندگی یگان چیزهای بسیار خرد ساده باعث دلخوشی ما میشه. امروز واقعا رنگ از لباسم باعث دلخوشی می شده و دخترها من یک هفته مکمل یعنی اضافه تر از پول تکه ازی کرای را دادیم، چند جای در اسلام آباد گشتیم که این تکه را پیدا کنم، امی رنگ پیدا کنم و بسیار زیاد خوش هستم که زحمت شکست شدم و این تکه را پیدا کردم و نا گفتن ما را که خودم دوختیم. قربان دستای خودم. خب انگشترای در یک خانم چیز نمی پوشم، فکر میکنم اگر چیز نپوشم یک نقره است، یک چند دانش در لباس ما میخوانه. البته یک قسمی نمیرم چون هوا سرد است، سر از یک کرتی میپوشم که کرتی مام یک سورپرایز دیگه است، هم بر خودم هم بر شما. کرتی را هم خودم آماده کردیم، او را داخل براتون نشان میدم و ویدیوی آموزش ای که کرتی را چه قسم آماده کردیم ویدیو آموزش براتون میمانم، هم در تیک تاک میمانم و هم در یوتیوب. کسایی که در یوتیوب مرا تعقیب میکنن یا حمایت میکنن سابسکرایب میکنن میبینن حتما. نه دیگه بسیار زیاد شد چون انگشتر واسطیم کلان است. سعی من کده یک انگشتر پوشیدم و چقدر تکلیف هستم چیزی نمیفهم چوری تو میمونه. و دخترها من این ماشینه که باید امی گاچ تکمه جور کنن در خانه ندارم، باز همیشه کرتی هر چیزی که یک خنقاق جور کنم باز میبرم در مرکز یک دکانه که سوکاکا بر من گاچ میزنه یا مثلا یگان کارایی که خودم نمیکنم اونا میکنن. این دیروز که بردم ویسکوت ما که جای گاچ برش باز کنه، این خیاط کاکا که دید گفت اینا خودت دوختی؟ من گفتم ما ایران مانده بود. واو آفرینت. چون در پاکستان بسیار کم خیاط ها هست که ویسکوت و لباس های رسمی بدوزن. دیگه گوشواره کنیم. این گوشواره رو دختر البته از تیمو خریدیم. کسایی که میخواین از تیمو خریداری کنن در پاکستان اگر هستین فقط یگانه چیزی که کار داره اکانت بانکی کار داره که ما اکانت بانکی خودم ندارم در پاکستان، نمیتونیم داشته باشیم همراه ویزایی که داریم، اما از اکانت بانکی همکارم ما برازو کش میتونم و از اکانت بانکی استفاده میکنم خریداری کنم. چیزای بسیار قندول و خوبش خریدیم و به بسیار قیمتای پایین، قیمتای کمی که حتی در اسلام آباد هم یعنی در اون قیمتا نمیتونین شما یک چیز را بخرین. مستیمون میخرم گوشواره کنیم. بریم حالا میایم باز کنم. خب دخترها میایم جور کردم قسمی وقتی که کرتی است جمعش کردم سگ پر سر قطعه بسیار خوشم میاد. اینا مستیمو خریدیم دخترها و ای که من ایفهمی مشکل شما دارین یعنی که هیچ وقت مویای مردوش دو طرف یک قسم نمیشه. سعی کنین اینی بسیار شکل خوبیش گرفته تو بلندک ساز شده، اما ایره سعی کن ایره هر چی که کردم اینجا پخش اینجا بلند. حالا فهمیده نمیشه مگم در عکس و چیزا که بخوایم عکس بگیرم باز دو بسیار بد معلوم میشه. بر صورتش که مشکل مهم نیست. مهمونی که امروز من میرم قسمی است که به خاطر غروب آفتاب وقتتر گرفتن. مهمونی رو مثلا ساعت 3 بجه شروع میشه و از همین خاطر ما باید وقتتر اونجا بریم و ایام کرتی فکر میکنم پشت سرش هم دیدین اگر مکمل براتون نشون. خب آسناش بخاطر که دراز است یک فکر میکنم کرتی کلان استایل ما خراب کرد یعنی قسم خوب است بخاطر که هوا سرد است دخترها، هوا سرد است از خاطر نمیتونم که بدون کرتی باشم. این قسم جلاشتیک بند میکنم که بلند ساچه خوب است. حالا پشت سرش ببینین ویدیوی مکمل از کرتی رو آماده کردن پشت سر همگیش براتون پست میکنم فردا بخیر. دکایی که برای حتما ایره یاد دارین کسایی که کرتی هایتان اگر آستیناش دراز است زیادتر کرتی ها دراز میباشه. اگر خوش ندارین این قسم یک راشتکک بند کنین راحت و یه جلیس مسایی کنین لونایی را پرد کنده پشکم. و بوتان چیزی که میپوشم دخترها ای است. ای بیچاره دیگه از پارسال است. ای را بسیار زیاد خوشم میاد که این گلونکش بالاست میخوایم یک تا دیگه بگیریم هنوز پیدا نکردیم. اگر کسی در اسلام آباد آدرسی تو یک جایی را دکان داره که تازی موزکای نمساق داشته باشن کشی بر من اشتراک کنن. بوتان براتون نشون دادم. دستکال دخترها ای سیاگک ای زیاد خوشم میاد رسمیه که زیادتر من کرتی پترونای میره استفاده میکنم، اما یک چیز دیگه هم دارم. این از وقت خریدیم ایج استفاده نکردیم. باشه باز کنم.
اما نه برای امروز نمیشه ای، برای امروز بسیار زیاد است و در یگان روز دیگه براتون کدام کالا ست میکنم براتون ویدیو میگیرم. بخاطر از اینکه مهمانی به مدت طولانی است یک کمک واسلین در اینجا دستم چرب میکنم. حالا براتون میگم چون عطر که در اینجا بزنین ماندگاریش زیاد میشه و این روش بسیار کمک تان میکنه که در محفلایی که مثلا بیرون از خانه است یعنی فضای باز است بعدن تون خوشبوی باشه به مدت طولانی. نظراتتان منفی بود مثبت بود فرق نمیکنه، مثلا دو نزنین دیگه هر چیز که میکنین نظر بدین در مورد اینکه صحیح ست کدام لباس یا نه. در هفته اول دسامبر است و مهمانی کریسمس بسیار زیاد میباشه، میفهم در کل جای بدون از افغانستان هم تو در اسلام آبادم، اما انرژیم نمیکشه یا چی میگن اما لیول اجتماعی بودن با وقت زیاد نیست که من هر روز باید مهمانی برم. دیشب و پریشب یک مهمانی بود، امروزم یعنی تا وقت شب مهمانی ادامه داره و فردا شب یک دوست دیگه مهمانی داره. البته برای امشب و فردا شب میرم بخاطر که هم آخر هفته است و هم فرصت دارم و کلا در طول هفته مصروف کار بودم، خیاطی داشتم، لباسا و چیزا رو باید آماده میکردم از مشتری‌ها از خود من. آخرم قدر میخوایم براتون بگم که ایزا از صفحه یوتیوب ما حمایت کنین، سابسکرایب کنین. بخاطر از اینکه بعد از یک پروژه دارم در یوتیوب که بخیر هر لباسی که آماده میکنم من سری دیزاین او را میخوایم که به یک از شما عزیزا از بین کامنت های یوتیوب انتخاب کنم و برشان گیفت بدم. معلومات زیادتر شد باز در ویدیو بعدی براتون میگم که ویدیو بسیار طولانی شد.